سلام و درودی بی پایان برای بینندگان و شنوندگان عزیز. امروز برادر برایم تماس گرفت و گفت برای تسلیه دل من یک شعر است یا که رباعی است یا اینکه غزل یا قصه را برادر عزیز نقل کن، زیرا برادر را در غریبی از دست دادیم و جان را به جانان در غریبی تسلیم کرد. ما گفتیم آره، ما خودمان هم در غریبی هستیم. خدا کند که تمام غریبان را الله مهربان از تمام گزندها نگه دارد و قبول کردیم. در غربت اگر مرگ بگیرد خبری من، این برایمان برادر است. الله برایش صبر عطا کند. در غربت اگر مرگ بگیرد خبری من، آیا کی کند قبر و کی دوزد کفنی من؟ تابوت مرا جای بلندی بگذارد تا باد و برد بوی مرا بر وطنی من. مادر تو نبودی چی سود جان بسپردم؟ خواهر تو نبودی در آن انجمن من؟ در حسرت دیدار تو جانم به لب آمد. مادر تو نگفتی کجا شد پسری من؟ مادر تو مکن گریه به این غربت فرزند. سخت است به خدا مادری شیرین سخنی من. در ملک غریبی بکنم ناله و فریاد، جز گریه ندارم ببین چشمی تر من. طفلانه مگو ناله مکن وای وطنی من. ای جان وطنی من، شیرین وطنی من. جسمم چی شود خاک در این ملک غریبی، تا حشر شود تا حشر بود داغ وطن در کفنی من. یا رب تو بکن رحم به احوال غریبان، زیرا که توی خالق و هم ظلمننی من. دلم را خانه زنبور کردی، مرا از پیش چشمات دور کردی. نکردی رحم بر احوال غریبم، مرا مجبور و هم مهجور کردی. به سودایت دلم دیوانه میشه، ز هجرت بی سر و سامانه میشه. غمی دل را ندانم با کی گویم، که خویش و اقربا بیگانه میشه. تمام ملک عالم را بگردی، چو من بیچاره پیدا نمیشه. کسی که عاشق زاری تو باشد، ز عقل و عاشقی خود بیگانه میشه. کمرم خم زد و مویم سفید شد، ندانم آخری کارم چی میشه. زنده و سلامت باشید برادران عزیز.
الله حفظتان کند. سلام علیکم و رحمت الله.